وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان شام 8 فوریه در یک اظهارات علایده بعد 5 روز بیدرک شدن مادر بلاگر عبدالرحمن 09 بالاخره رسما تصدیق کرد که او در حبس قرار دارد. نسبت شهروند محمد جان و شایده دولت جان و سال تولدش 1977 ساکن شهر وحدت کوچه خراسان بنای 16 حجره 20 طبق طلبات ماده 307 علاوه 3 قسم 2 تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی افراطگرایی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده پرونده جنایتی آغاز کرده شده نام برده به حبس پیشکی گرفته شده است. گفته می شود در اظهارات وزارت کارهای داخلی در اظهاراتش تاکید کرده است که فرزند دستگیر شده محمد جانوف شیرزاد تولفارویچ بلاگر و یا اینکه اپوزیسیونر نبوده بلکه برای صادر نمودن جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی تروریستی داشته در جستجو قرار دارد. اما عبدالرحمن 09 قبلا بازداشت مادرش را به فعالیت‌های خود ربط داده و گفت مقامات می‌خواهند توسط فشار به نزدیکانش او را به قطع تنقید حکومت وادار کنند. ائتلاف ضد شکنجه روز 8 فوریه خبر داد که برای حمایت از شایده محمد جانوف وکیل دفاع جدا کرده است. شایده محمد جانوف از 3 فوریه بیدرک بود و پیوندانش تا 8 فوریه حتی خبر نداشتند که او کجاست. به گفته پیوندان چند وقت پیش مقامات تلفن او را برای تحقیق گرفته بودند و روز 2 فوریه زنگ زده گفتند که آمده تلفنش را بگیرد. محمد جانوف به شعبه اوباب در شهر وحدت رفت و با همین بیدرک شد. شایده محمد جانوف سال تولدش 1977 که در بیمارستان شهر وحدت به حیث همشیره طبی کار میکرد در اول ماه ینور سال 2020 از کار رانده شد. مسئولان بیمارستان اون وقت گفتند که شایده محمد جانوف عریضه نوشته با خواهش خودش از کار رفته است، ولی خود او گفت قبل از برکناری چند دفعه برای بازپرسی به شعبه کمیته دولتی امنیت ملی دعوت شد و سردختر بیمارستان نیز روی راست برایش گفته است که با خواهش خودش عریضه نویسد، زیرا بچه تا مقابل حکومت گپ زده است. چون این قانون است که در کارخانه دولتی کار کردن شما ممکن نیست. پسر او شیرزاد محمد جانوف معروف با تخلص عبدالرحمن 09 یک بلاگر تاجیک است که 25 سال داشته از سال 2016 در آلمان زندگی میکند. او با ویدیوهایش در موضوع منع حجاب در تاجیکستان معروفیت پیدا کرد. عبدالرحمن 09 در ویدیوهای خود اساساً صحبت‌هایش با مقامات گوناگون حکومت تاجیکستان از جمله با نوبدار تلفن باوری وزارت کارهای داخلی، یک نماینده کمیته دولتی امنیت ملی، نماینده کمیته دین و حتی با نماینده دستگاه پرزیدنت و همین طور با بلاگرهای دیگر تاجیک را پیرامون مسئله منع پوشیدن حجاب در تاجیکستان را نشر میکرد. ولی وقتهای آخر عبدالرحمن 09 در چند ویدیو از جنبش طالبان پشتیبانی کرد و حتی گفت عزم دارد از اروپا به امارت اسلامی رژیمی که طالبان در افغانستان جاری کردند بکوچد. تعقیب خویشاوندان فعالان اپوزیسیون و دیگر اندیشان موضوعی است که مقامات تاجیکستان برای آن پیوسته از سازمان‌های بین المللی حامی حقوق تنقید می‌شنوند، ولی مقامات جای داشتن کدام معرکه حساب شده تعقیب خویش و تبار منتقدان حکومت را رد می‌کند و می‌گوید که آنها در تاجیکستان آزادانه کار و زندگی دارند.